тоҷикон имсол ҳам дар Нью-Йорк бобои барфӣ мешаванд? طی 3-4 سال اخیر وقتی که توسط مکزیکو به آمریکا آمدن آسان‌تر بود، تاجیکان خیلی زیاد و بخصوص تاجیکانی که شهروندی روسیه دارند توسط سرحد مکزیکو به آمریکا آمدند. آنهایی که به نیویورک کوچیدند با تجارت پدیکاپ یا سه‌چرخه‌رانی همراه شدند. برای پدیکاپرانها ماه دکبر موسم کریسمس گرمترین ماه تجارت است. سالهای پیشتر در این ماه راننده‌های پدیکاپ می‌توانستند از 10,000 تا 40,000 دلار کار کنند. اما اخیراً این تجارت کمی سست‌تر شده است چون که راننده‌های خیلی زیاد به آن همراه شدند. اما گپ سر بابای برفی است. بعضی از راننده‌های پدیکاپ به خاطر جلب مشتریان لباس بابای برفی را در بر می‌کنند. پوشیدن لباس بابای برفی برایشان کمک می‌کند که توجه سیاحان را که به نیویورک برای تجلیل سال نو و کریسمس آمدند آسان‌تر به خودشان جلب کنند. همچنین پوشیدن لباس بابای برفی شوق سیاحان را می‌آورد و آنها می‌توانند به نرخ ارزش پدیکاپ توجه نکنند که برای 1 دقیقه 7 تا 12 دلار ارزش دارد. ارزش لباس بابای برفی باشد در آمازون از 19 تا 80 دلار است. تصور کنید با پوشیدن لباس بابای برفی که ارزشش از 19 تا 80 دلار است، راننده پدیکاپ می‌تواند مشتریان خیلی زیاد را به پدیکاپش جلب کند که ارزش خدمت رسانیش برای 1 دقیقه از 7 تا 12 دلار را تشکیل می‌دهد. نوابسته از آن که معلوم است که راننده‌های پدیکاپ که اکثرا مسلمان هستند لباس بابای برفی را برای تجارت و به دست آوردن مبلغ بیشتر به بر می‌کنند، اما این عمل راننده‌های پدیکاپ را که در موسم سال نو و کریسمس به قهرمان‌های بابای برفی تبدیل می‌یابند، بعضی از راننده‌های دیگری مسلمان محکوم می‌کنند، چون که به اندیشه آنها برای مسلمان‌ها پوشیدن لباس بابای برفی جایز نیست و این ضد معیارهای دینی حسابیده می شود. به اندیشه آنها کریسمس این جشن دینی نصرانی ها است و بابای برفی رمز اساسی این جشن حسابیده می شود. در تاجیکستان بابای برفی قهرمان اساسی تجلیل جشن‌های سال نوی است و ما از کودکی عادت کرده ایم که در همه جشن‌های سال نوی بابای برفی را ببینیم، چون که بابای برفی برای شادی کودکان بیشتر به جشن‌ها دعوت کرده میشد. دوستان عزیز، در این باره شما چه فکر دارید؟ اگر شما نیز کاری میکردید که ارزش خدمت رسانیتان برای 1 دقیقه از 7 تا 12 دلار باشد، لباس بابای برفی را میپوشیدید؟ یا اینکه شما فکر میکنید که نوبسته از آن که تجارت بالا و پایان میرود، شخص باید به معیارهای دینی خود استوار باشد؟ نظر خود را با ما در میان گذارید.